ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقولов. قسم 4، گفتاری 81. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. این کار از یک طرف بسیار خرج و تشویش طلب کند، از طرف دیگر این کار ما که هنوز موافق مطلوب نتیجه خوب دادنش معلوم نیست، در شهر آوازه شده در بین مردم خنده‌زار می شویم گفت. من هرچند می دانستم که بی گذرانیدنی حلقه های آهنین، آن تروبه چوبین با بندینه ریسمانی و سیم به تزریق آب تا باوری کرده نمی تواند، با وجود این برای نشان دادن امکانیت آن کار و راست برآوردن دعوای خود ساختن آبکشک کلان را سر کردم. چوبی سفیداری درازی فرست را رجه کشیده با اره دو سره راستناکی به 2 تقسیم برابر برانده جدا کردم. طرفی درونی هر قسمی آن چوب را با اسکنه و تیشه ناوه کافتم. در بالا و پایان آن چوب سوراخ‌هایی در کاری را هم کشادم. از یک خاده راستی دراز دسته آبکشی پردار را ساخته به پره‌های وی و سوراخ پایانی آبدرای تروبه پرده های چرمین را پرچین کردم. بعد از آن در جایی با اره بریده شده چوب به قدری که جای دمی اره را پر کند پخته گذاشته، هر 2 قسم چوب را به هم پیوند داده با ریسمان ها و سیم ها محکم بستم و تروبه را به درون چاه راست فراورده در سوراخ بالایی آن ناوه آبریزی شنانده دسته را به درون تروبه فرستاده به سری دسته یک چوب را کندلنگ گذرانیده کاری خود را تمام کردم. بعد از آن 2 باغبان را فرمودم که از 2 طرفی چوبی بر سری دسته شنانده شده گرفته آن را بالا پایین حرکت دادن گرفتند. اما همین که آب از زیر چاه تا دهان وی به واسطه تروبه بالا شده از ناوه آبریزی تخمیناً 1 ستیل به بیرون چاه ریخت، یک باره ریسمان ها و سیم هایی به جای حلقه آهنین به تروبه بسته شده شتراس زنان کنده رفته 2 قسم تروبه از هم جدا شده آبی که در درونی وی بود برگشته به چاه ریخت. هرچند آن کار به موفقیت برآمد، اما بینندگان به ممکن بودن آن باوری قطعی پیدا کردند. حتی شریف جان مخدوم هم راضی شد که با آهنگران حلقه های آهنین سازانده گرفته و چیلانگر آورده آن حلقه ها را به تروبه گذرانیده مستحکم کنانده آن اسباب را دیگر باره به کار درآورد. اما باغبانان قبول نکردند. در برآوردن آب تا دهان تروبه و تا به بیرون ریزاندن 1 ستیل آن قریب بود دستان ما از بازو جدا شوند. از این کار با ستیل از چاه آب کشیدن 1000 بار آسان تر است گفتند. میرزا عبدالواحد یکی از شاهدان آن کار بود. من انا همین واقعه را به یاد او آورده گفتم. آن ریسمان ها و سیم ها که از تروبه های سفارینی شما خیلی سخت تر بودند، ما در آن وقتها خودهامان را
آدمانی کلانی با نزاکت فرض کرده از تو گفته به یکدیگر خطاب کردن، به شما گفتن گذشته بودیم، به تزریق 5 سطیل آب که از زیر چاه 5 گزی تا دهانش بالا شده بود تاب نآورده کنده پاش خورده بودند. به تزریق آبی کلانی که با آن تأمین کردن شهر را در نظر دارید، آن تروبه ها چگونه تاب می آوردند؟ اگرچه میرزا عبدالواحد به سبب به یاد آوردن واقعه آبکشک به خطا بودن فکری و در پرواد ساختن خود باوری پرره حاصل کرده باشد هم، من برای تماما ریشه‌کاو کرده پرتافتن این گونه فکرهای او و عموماً برای باور کناندن او به قاعده های تکنیکی و فیزیکی یک حادثه دیگر را که همان روزها واقع شده بود به یادش آوردم. از استا عمک که تفصیل احوالش در قسم 1 یادداشت‌ها ذکر یافته است، داوود خان نام یک پسری شیرمک مانده بود که این پسر در روزهای رولوسیون بخارا یک جوانی 17-18 ساله شده بود. او نمیدانم به طریقه میراث یا به واسطه شنیدن از مادرش فکرهای رسا و هنر آموزی پدرش را به خود عکس کنانده بود، اما او هم مانند پدرش هر هنری خود را به بالای چوب کار می فرمود و هر چیز را از چوب ساختن می خواست. او بعد از رولوسیون بخارا برای خواندن در کورس معلم ها به شهر رفته است. در آنجا ولسپید را دیده تکنیکی وی را تماما آموخته است. در وقتی تعطیل بعد از به صحرا برگشته آمدنش با ابزارهای از پدرش میراث مانده از چوبی گوجوم که سخت‌ترین چوب‌های محلی است یک ولسیپید مکمل ساخته است و به جای زنجیری که چرخچه خردی ولسیپید را به حرکت می آورد و به هر یک بار گشتن آن چرخهای کلان چندین بار می گردند، چیلبوری از پشم بوز بافته و در وقت بافتن در وی حلقچه های تماما به پرچه های چرخچه برابر آینده گذاشته کار فرموده است. بعد از آن که ولسپیدی چوبین را سوار شده آهسته آهسته حرکت کننده به سر کوچه برآمده با سرعت حرکت کننده است، چرخها با تیرهای چوبینشان یک جایه شکسته پاش خورده رفتند. من این حادثه را به میرزا عبدالواحد نقل کرده گفتم: اگر شما با تروبه های سفارینتان و در پرواد می ساختید هم به سرتان آن فلاکتی روی می داد که به سری ولسیپید چوبینی داوود خان روی داده بود. اگر خیالی با تروبه های سفارین و در پرواد گذراندن را با مقال خلق تعبیر کنیم، مانندی از برف مناره ساختن یک خیال خام است. میرزا عبدالواحد بعد از شنیدن این حکایت های من به خطای خود اعتراف کرده گفت: کار حلوای صابونی شافیرکامی پختنی من نسبت به خودم یک جنایتی کلان بود، لیکن من با وی هوشیار نشده نسبت به خودم یک چند جنایت های خرد کرده بودم. خیالی با تروبه های سفارین و در پرواد سازی من باشد نسبت به خودم جنایتی خیلی کلان شد که همه داراییم از دست رفته و بالای این در پیش تمام اهل شهر خندخریش و مسخره شدم. امیدوارم که بعد از این از من این گونه کارها سر نزند. لیکن این امیدواری میرزا عبدالواحد مانند خیالهای اختراعکارانش به اساس برآمد و تا آخری عمرش بسیار وقت مهنت و پول خود را در پی به وجود آوردن خیالهای خام خود برباد داد که ما از آنها مثال آوردن را لازم نمی‌دانیم. قاری نورالله.
قاری نورالله که وظیفه آشپزی عبدالخلیل مخدوم را ادا می‌کرد، یک جوان عجیب بود. پدر او یک آدم پیرسال قشاق بود که در یکی از بایهای بخارا خدمتگاری می‌کرد. قاری نورالله پسر یگانه او بوده، در بستری نازی پدر و مادر پرورش یافته بود. پدرش با هر دشواری که باشد پوشاک او را خیلی خوب تأمین می‌کرد، اما خوراکش از حجره عبدالخلیل مخدوم بود که در اینجا وظیفه آشپزی و حجره روبی را ادا می‌نمود. او آواز خوبی داشت. 6 مقام را موافق قاعده سروده نتواند هم چندی از صوتها را بد نمی‌خواند. از غزل‌های هلالی، جامی، حافظ و بیدل برین کلاسیک ها چندی را یاد کرده گرفته بود که در وقت سرود آنها را می‌خواند. او عنوان قاری را از آنجا گرفته بود که پدرش او را در خردسالیش برای قرآن را حفظ کردن در قاری خانه مانده بوده است. هرچند در آنجا قرآن را یاد نکرده باشد هم عنوان قاری به نامش همراه شده مانده است. او درس می‌خواند. در درس یک چند سال از ما پستر و با دادری من هم درس بود، اما خط و سوادی درست نداشت. از درس مدرسه چیزی را هم نمی فهمید و در پی فهمیدن هم نبود. کتاب را از تاقچه گرفته به درس می رفت و باز آمده آن کتاب را در همان تاقچه می گذاشت و تا روزی دیگر آن کتاب را یک بار هم گرفته کشاده نمی دید. معلوم شده می ایستاد که به درس رفته آمدن او فقط برای این است که در قطار طلبه ها باشد و او را ملا بچه گویند و سلام. یک روز در بین من و عبدالخلیل مخدوم درباره همین گونه احوالی او گفتگوزار شد. مخدوم گفت حتی به جای کتابی او یک کتاب دیگر گذاشته شود هم گرفته به درس می رود و بعد از درس آورده باز به جایش می ماند و پی نمی برد که کتاب دیگری را برده آورده است. من تا این درجه بی‌حس بودن او را باور نکردم. مخدوم با یک آزمایش سخن خود را اثبات کرد. قاری نورالله همان روزها قافیه می خواند که به نحو عربی عاید است. عبدالخلیل مخدوم آن کتاب را از تاقچه کتابگذاری او گرفته به جایش شمسیه را ماند که به علم منطق عاید است. قاری در وقت درس رفتنش به جای قافیه شمسیه را گرفته بود و بعد از درس باز همان کتاب را آورده در همان جای مقرریش گذاشت. چیزی هم نگفت. مرا به اختیار خنده آمد، اما مخدوم ایمای کرده مرا از خنده باز داشت. من خودداری کردم. در نبودن او مخدوم به من گفت اگر ما یا یگان کسی دیگر نفهماند، او هیچگاه نمی فهمد که به جای قافیه شمسیه را برده آورده است. بنابراین نخندیدن و نفهماندن در کار است که بینیم تا که این کار را دوام می دهد. در حقیقت هم چندین روز شمسیه را به جای قافیه به درس برده آورد، اما یک روز یکی از شریک درسانش تصادفاً کتابی او را دیده، شمسیه بودن او را فهمیده به او خبر داده است که به جای قافیه شمسیه را آورده است. همان روز قاری از درس آمده خشمگینانه از مخدوم پرسید کی به کتابی من دست رسانده به جای قافیه شمسیه را مانده است؟ شاید سهواً این کار را من کرده باشم، گفت مخدوم با آهنگی عذرخواهانه. مادام که شمسیه را از قافیه فرق نمی کنید، التماس می کنم که به کتابهای من دست نرسانید، گفت قاری با همان آهنگ خشمگینانه. من خدمتتان را می کنم، اما به کتابم دست رساندنتان را نمی خواهم. اما او هیچ فکر نمی کرد که چند روز خودش شمسیه را از قافیه فرق نکرده به درس برده آورده است. با همه این مخدوم را با فرق ناکردن طعنه می‌زد. در وقت شوریدن و خشمگین شدنش او را به اصلاح آوردن آسان بود.
در این گونه موردها علاج او را به سرودخوانی انداختن بود. در این مورد هم که خیلی شوریده و از مخدوم رنجیده بود، مخدوم به او با آهنگ عذرخواهانه: انسان بعضاً سهو می کند، مرا ببخشید که سهو کردم، بیایید یگان غزل خوانید، فرصت غنیمت، بلا به پس دنیا گفت. او هم در حال لعلیچه را به دست گرفته یک غزل هلالی را که مصرع اولش بیا بیا که دل و جان من فدای تو باد می باشد به سرودن سر کرد. در وقتی سرودخوانیش آثار خشم و غضب از چهرهش تماما زائل شد و بعد از سرود هم دیگر اثری اندوه در وی نمی نمود. درس، کتاب و بجای قافیه شمسیه بردنش را و اینچنین بجای قافیه او سهواً یا قصداً شمسیه گذاشتنی مخدوم را تماما فراموش کرده بود. حتی در وقت آش پختنش هم در سری آتشدان سرودخوانیش را دوام داد. با همه کمسوادی و بی‌فرقیش اگر گمان کند که کسی او را کمسواد یا بی‌حس می داند، از وی سخت می رنجید و خود را از هر وجه از همه بالاتر و داناتر می پنداشت. عبدالخلیل مخدوم ذاتاً جوانی نرم دل، نرم سخن و شکست نفس بود. طبیعتاً شوخ باشد هم با آدمان با کمال نزاکت شوخی های خیلی پرمعنای شیرین می کرد. او که عادت و خصلت های قاری نورالله را خوب می دانست، به وی با کمال نزاکت معامله می کرد. به درجه ای که بیننده قاری نورالله را صاحب خجره و خوجین، مخدوم را خدمتگار گمان می کرد. در نبودن قاری نورالله اگر در همین باره سخن رود، مخدوم می گفت: با همین گونه معامله که وقتی او چاق شود مانید که خرسندی کردن گیرد. او خود را از همه و از آن جمله از من هم کلانتر داند، دانستن گیرد. از من چی می رود؟ حیرت مقال خلقی را به نظم در آورده خیلی خوب گفته است که بیا امروز یک گپ کوته و عالم گلستان بی. من هم به همین عمل کرده به کلانگیری های قاری نورالله چیزی نمی گویم. با همین وی هم خرسند می شود و خودم هم خرسند می مانم. چمدانی قاری نورالله. یک خصلت قاری نورالله این بود که هر چیزی نو برآمد را محض برای نو برآمد بودنش دوست می داشت و در کجا کار فرموده شدن آن چیز را فکر کرده نمی نشست. چنانچه باری ما چند نفر دوستان به سیاحت صحرا برآمدن خواستیم که یکی از همسفران ما همین قاری نورالله بود. خط گردش ما وابکند، دهه کاتیان، خوجه عارف، غژدوان و از آنجا از بالای وابکند بخارا بود. در این سفر سواری ما خر می شد یا اسب. موافق سازش رفیقان یک پگاهانی باید همه امان پیش از برآمدن آفتاب در دروازه امام شهر بخارا حاضر می شدیم تا که از آنجا از همه روندگان پیشتر
خرهای خوبی کیراکشان را به دست در آورده پیش از گرم شدن روز به وابکند رسیده گیریم. همه در وقت معین به وعدگاه رسیده آمدند. در دست هر کس یک خورجین بود که در وی لباسهایش و دیگر چیزهای سفریش را جای کرده بود، اما در دست قاری نورالله یک چمدان بود. با وجود این که من عادت او را می دانستم، خود را به نادانی زده از او پرسیدم: قاری، شما به کجا رفتن می خواهید؟ او از این پرسش من یک لحظه در حیرت مانده ایستاده با طرز زیرین به من جواب داد: مگر شما وعده آن روز را فراموش کردید که با هم به سیاحت صحرا برآمدنی بودیم؟ من وعده را فراموش نکردم، اما در دست شما چمدان را دیده در دلم گذشت که شاید شما از بحر سیاحت صحرا گذشته برای سیاحت به سمرقند رفتن خواسته باشید. مگر به سیاحت صحرا با چمدان رفتن ممکن نیست؟ او زیادتر در تعجب افتاده پرسید. ممکن است، اما دشوار است، چون که هر کدام ما در این سفر خورجین را به بالای اسب یا خر پرتافته به بالایش سوار شده رفتن می گیریم، اما شما چمدانتان را به اسب یا خر چینه بار کرده به بالایش سوار می شوید. لیکن کسی که به سمرقند یا عموماً به جای با راه آهن می رود، برای او چمدان خوب است که بر رفچه وگان گذاشته رفتن می گیرد. ما تا کی با عادت پدر و بابا و با آن چیزهایی که از گذشتگان در ما مانده است خود را بسته می مانیم؟ ما باید از چیزهای نو برآمد فایده بریم. من بعد از مقرر شدن سیاحت صحرا و با خر و اسب سفر کردنمان را دیده و دانسته ایستاده، دیروز کاگان رفته محض برای همین سفر این چمدان را خریدم. چی نو گرفته بردنش را باشد من خود می دانم. رفیقان دیگر می خواستند در این باره به او گپ زنند، اما با ایما کردنی من خاموش ماندند. با کیراکشان گفت و گذار کرده هر کداممان یک خر را به کیرا گرفته، خورجین‌هایمان را بر روی تقوم خر پرتافته به بالایش سوار شده به راه در آمدیم. قاری نورالله هم به خری کیرا کرده خود سوار شد و با خواهش او خرکار کیراکش چمدانش را به پیشش داد. عادتاً کیراکشان خرهاشان را در کیراکش خانه، یعنی در جایی که رونده خر را کیرا کرده سوار می شود، از عادت بیرون می دوانند. خرهاشان هم این عادت آنها را خوب می دانند و از ترس خلچوب آنها با بلند کردن آوازشان از حد زیاد می دوند. همین که خرهای ما گویا که بحث می دویده باشند، گوش و گردن و یال و دوم یکدیگر را گزیده به هم دیگر لگد پرانده اراس کنان و حلاس زنان در تاز در آمدند، قاری نورالله که دو دستش به نگاه داشتنی چمدانش بند بود، در اولین حلاس خری خود با چمدانش از بالای خر چپه شده غلطید. خر که از زیری بار آزاد شد، دو طرفه لگد هوا داده از رقیبانش از خران دیگر پیش گذشته رفت. خیریت ما هنوز از کیراکش خانه دور نشده بودیم که خرکار این حال را دیده و ما آواز داد که خرهامان را از رفتن باز داریم. ما از نقطه هاشان کشیده خرهامان را نگاه داشتیم. کیراکش دوان آمده بخری گریخته رفته ایستاده آواز داده به ایستادن امر فرمود. خر هم بیچون و چرا فرمان صاحبی خلچوب در دست خود را اجرا کرد. خرکار پیش رفته خر را داشته پس گردانده آورد. قاری نورالله سوار شد. خرکار وقتی که چمدان را به پیش او میداد به او خطاب کرده: اکه قاری، این باری نکه از کجا یافته برآوردید؟ آخر این زیلین متاعی نیست در جهانه، در وقتی با آتش عرابه سفر کردن با خود میگیرند دیه؟ گفت. خرکار در وقتی که چمدان را به پیش قاری بروی تقم نهاد
به او توصیه کرد که خبردار شود تا که چمدان غیژیده از روی تخم به گردن خر نفراید، وگرنه خر خوسیده می رود و شما با این باری نکبتان باز می افتید گفت و علاوه نمود دام الله یخ کی می خورند؟ مگر شما یخ زمستان می خورند می گویید دیه؟ ما دوباره به راه در آمدیم. خرکار برای قاری نورالله را دوباره نغلتاندن خرها را دشنام داده آواز نبرآورد و به دویدن تیز نکرد. خرها هم که از کراکشخانه برآمده بودند و آوازی زننده خود را هم نشنیدند قدمانی خود را سستر کردن گرفتند. با همه این قاری نورالله در عذاب بود، چون که عادتاً کیراکشان تخم خرهای خود را تنگ می کنند تا که روندگان بعد از دور شدن از کیراکشخانه خر را دوکسه نکنند. در پیش آن تخم تنگ که چمدان جایگیر شده بود در باقی مانده آن خودی اون نمی غنجید، هرچند تخمهایش را به دو طرفی تخم زیچ می کرد باز هر زمان لغشیده به صغری خر می فرامد. آخر خود تماما بر صغری خر نشسته چمدان را بر روی تخم آزادانه نگاه داشت. بعد از کراکش ما را به راه انداخته برگشته رفتن یکی از رفیقان به قاری گفت کراکشی خدا بی خبر شما را خوب باب کرده؟ چی باب کرد؟ گفت قاری شوریده. اگر و یک آدمی گپ فهمی بود من به او خوبی چمدان را و عموما نغزی هر چیزی نو را فهمانده او را شرمنده می کردم. و یک عوامی چپنی نادان گپ زدن را من به خود آر می دانم. بنابراین صدقه گپ شود گفته جواب ندادم، وگرنه من هم او را ساز می کردم. مگر خودتان در این سفر از چمدان گرفته برآمدنتان راضی هستید؟ دیگری از رفیقان پرسید. البته گفت قاری با آهنگ قطعی، لیکن شاید با تأثیری دشواری های طاقت ناپذیر کشیده ایستادنش باشد. آوازش را قدری نرم تر کرده علاوه نمود. درست است که خرسوارانه با چمدان سفر کردن قدری دشواری دارد، اما کار فرمودنی هر چیزی نو در اول سخت و دشوار می نماید، لیکن رفته رفته آدم عادت کرده می رود و همه دشواری آسان می گردد. قاری نورالله لحظه خاموش ایستاده باز دوام نمود. اگر آدم از دشواری کار فرمودنی هر چیزی نو برآمد ترسد، در دنیا یگان چیزی نو نمی برآمد و بعد از برآمدن رواج نمی گرفت. اگر کس موردی گپ را که خرسوارانه با چمدان سفر کردن بود از یاد برآورده این سخنهای قاری نورالله را شنود، به اعتراف کردنی پرحکمت بودنی این سخنها مجبور می شد. اما به ما که موضوعی مسئله را دیده ایستاده بودیم سخنهای او خیلی خنده آور می نمودند. من گمان می کردم او این سخنها را درباره چیزهای نو برآمد و کار فرمودن آنها از یگان دانشمندی نویگری دوست شنیده است و توتیوار یاد گرفته است، اما خودش که قوه امتیاز کننده نداشت جای تطبیق کردن آن سخنهای پرحکمت را نمیدانست. شما گفتاری 81 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.